امینه، ای خدا، این دختر به کجا رفته باشده؟ امینه، امینه، ای خدا. من هم به او گفتم که بگفی من گوش کن و هیچ بگفی من گوش نمی کنم. به او چی گفتم؟ اما من گوش دیدر روان بودر چون کنش جواب انا اومدش مرحبا خوش. Çok zulmettim kendime, beni bana yalvarıyorum. امینه جانم، تو از کجا پیدا شدی؟ اینقدر رنج و غم به آخر رسید، به آخر رسید. مادرت رو چطور یافتی؟ گفت زد شد. تمام جانکم، همش میگذرد، همش میگذرد. تو مرا یافتی، اون طرفش مهم نیست. تو حالا باز گرد میزنی، باز مرا مادر جان میگویی. الان وقت همه چیز رو به من نقل میکنی. همین دار نیست. شما آن دختر چرا رها کردید خانم جانم؟ نه، خود من رها کنم، خودش از خانه گرفته است. خانم جانم، من میدانم که آن دختر نبیره شماست. کوششی به من دروغ گفتن را نکنید، فهمان؟ مادامی که میدونستید چرا به من نگفتید؟ من نمیخواهم که مناسبتم با خانم آسیه بد شود. خودی شما چرا خاموشید؟ من از این در تعجبم.
شاید به شما پول وعده کرده است. خانم آسیا تکلیف نموده است که تا شما از واقع به کسی دهان نگشایید. نه شما چی میگویید؟ پس چرا نبیرتان را صاحب نشدید؟ از دستش کشیده نگرفتید؟ حالا باشد از من حسابات میپرسید. حسرت در کجاست؟ چی درگوره؟ برای چی او را رها کرده؟ خانم آسیا، هنگامی در آشخانه بودن خانم جانم کودک از خانه گریخته است. در نزد من خدمتگارتون رو طرفداری نکنید. من او رو به شما سپرده بودم، نه به خدمتگارتون. من در این خصوص با خانم جانم صحبت نمودم. او معاشم را گرفته در حال این خانه را ترک میکنم گفت. همین طرف خانم جانم. خانم آسیا، شما باشید خواطر نشوید. من در کوتاه‌ترین مدت حسرت را یافته به نزدتون میارم. به من باور کنید. شما همینجا انتظار شدید؟ من رفته پسرم رو گرفته زود برمیگردم. بیا دخترم. خوش آمدید. مرحمت. خوش باشید. اکا تو رو دیده خیلی خورسند می شود. زود در پس من پینمون شد. مادر جان خوش آمدید. ببین که رو هم آوردم. امینا چرا بابا مخونه رفتن ادارو با من نگفتید؟ من هم میرفتم. برایت سورپریز کردم پسرم. امینا من رو پزمان شدی؟ امینا جواب ده. مادر چرا امینا گپ نمیزنه؟ من در آبتو نقل میکنم. زود رفت پشتوات رو گرفته بیا. تاکسی در بیرون انتظار است. امینا دخترم اینجا بیا. امینا امینا تو چی کار میکنی دخترم؟ اینها از ما نیستند. بیا رفتیم تاکسی انتظار است. یاسین پسرم پنجتات رو نیفتی. دخترم تو در همینجا انتظار شد من حاضر می آیم. خوش آمده. تاکسی کی رو انتظار است؟ خدمتگاری نوتان را. خدمتگاری نو؟ چرا برگشتید خانم آسیا؟ در اینجا همه بر اومدن من رو انتظارند. تو در بیرون میگردی پریده باشد به نزدی خانه تاکسی جیغ میزند گشتن گیرید. مرحمت خانم. حسرت تو چطور اومدی؟ تو رو کی اینجا آورد؟ خانم آسیا ببخشید. التماس ببخشید. او رو تو آوردی؟ از کی پرسیده آوردی؟
من میدونم که شما پدرکان رو نمیخواهید، اما مجبور شدم که بیارم. کمی پیشتر دخترم رو یافتم، در بیرون گذاشته نتوانستم. دخترت رو؟ بله. امینه دختری منم. دختری دوست. راننده میپرسد که انتظار شوم یا نه؟ حاضر یک دقیقه. مایلش. شما خواهید نشوید خانم آسیه. حاضر اونها رو گرفته میبرم. راننده تاکسی میگوید که من روم. نه ما میرویم. ایسا راننده رو گوی رود. همینجا میستم. چی شد استاد، تعمیر کردید؟ قسمای احتیاطی ماشینت رو نو آوردم. با خدا تو بگفت تمام میکنم. مایلش، من انتظار بشم. اکای استاد، چند وقت بود نمی آمدید؟ اکا با من فوراً یک ماشین لازم. یگان ماشینی بوارینوک دارید؟ از کجا؟ ایا بالا کنید روزی میکنید. در این دشت از کجا برایتون ماشین یابم؟ ماشینی مرا گیرید؟ اکا از شما نمیشود، موادی مخاطر داریم. او چی ها میگوید؟ اکا همه مالهایی در ماشینی بارکش بوده رو دزدیدم. اگر فروخته توانیم مبلغ زیاد به دست میاریم. به این هم پلیس ها حتما شبهه میکنن. مرا به این کار همراه نکنید. اکا جان، بار آخر ما را دستگیری کنید. تنها یک ماشین خواستیم، آخر شما را هم ندهیم. این نخواد در یک تعمیرگاهی کلان یک ماشین یافت نشود. من یک بلا کرده ماشین رو میابم و به من چقدر مبلغ بود؟ مالها را با کی فروخته ده؟ کمزن! اکا باور کنید ما رو فریب داده، رحم کنید. مالها را با کی فروختنی بوده؟ با خدا نمیدونم اکا. من باید ماشین میافتم، آنها باشم مالها رو میفروختن. در کجا؟ در طرف شیله اکا. شنیده؟ از پسشان شوید. این را باشد پیش کنید. کارو نکنید. من زن دارم اکا. من زن دارم. امیر کاش که خدا تنها آمده نتیجه تشخیص رو میگرفتی. خوب باشد، خواه در جایم میفهمیم یاسمن. مبادا اگر حامله دار نیست گویا چی؟ سلام خانم دکتر. سلام. نتیجه تشخیصی همسرم انیق شد؟ آقای امیر بیهوده زحمت کشیده به اینجا آمدید. برای چی؟ یعنی من مادر نمیشوم؟ فرزنددار نمیشوم؟ الکه شده اید خانم یاسمن. تبریک میکنم. مبارک شود حامله داره. حامله دارم. خدا رو شکر. شنیدی یاسمن؟ حامله حامله دار بوده ای. فرزنددار میشویم. آقای امیر این عکسی فرزندهایتان. دوگانیک هم. دوگانیک؟ امیر دوگانیک. خدا رو شکر. من این شب نمی آیم. خیر دین بر شما امانت. چه شب نمی آیی؟ کودک رو پرتوفته شب با کجا می روی تو؟ به خانه پدرم. پدرت؟ کدام پدرت؟ تو باز پدر هم داری؟ البته خانم نباید. به فکر شما من از کجا پیدا شدم؟ گوش کن، باز پدرت رو هم به اینجا نواری. خودت به دعوت اومدی کفایه. میترسم اولادت رو به اینجا نواری. با من نگر، پدر و مادرت قدمشون رو به اینجا نمیگذارن، فهمو؟ خواطر نشوید. با کجا رفتن او معلوم است. خیر تو بازدید. یه از افتت بیزارم. بخیر است؟ همسرتون نمی نماید؟
و زادگاهش رفت. و فکرم پدر پسر تنها مانده. بله همین طور شد. شما رو هم ناراحت نمودیم، ما رو ببخشید. نه چه خیلی ناراحت. تا اومدنی مادرش من ایران نگاه میکنم. خیر تشکر. شما خاطر نشوید. بیا رفتیم مراد. خیر جان نکن که بازدید. پدرم در کجایم؟ او را یافتی؟ البته تو رو به نزدش میبرم. کی میبری خود حاضر؟ نه حاضر نه. حاضر به خونه میرویم. گرسنه‌ای؟ اما من تخم چشوندن نمیخورم. این طوری که باشه تخم بریان میپزم. تخم بریان میخوری؟ من لش میخورم. چه خیلی شد؟ به خود آمد؟ نه آمد است. سراغش رو یافتید؟ همراه شیگون حجت ندارد. با پلیس خبر داده. نزدیکانش رو یافته خبر میدهند. آمدید؟ سلام. چه گپ مادر؟ نه اینجاست پسرم اینقدر خورسندی. نه بیردار میشود خانم نباهد. نه بیردار. چه؟ شما خودی حاضر به بیمارخانه نرفتید؟ رفتیم خوش خبر رو همانجا شنیدیم. یاسمن حامله دار بودن. خدا رو شکر. مبارک شود. به خواسته‌تان رسیدید؟ تشکر. اکنون دویم خوش خبر رو شنوید مادر جان. دوگانه تولد میکنه. یاسمن جان. مادر جان من بعد ما در همین جا میستیم. اون زن با ما اجازه داد. با شرافت دختر زیبایم. وگرنه باز در همان مهمان خانه می ایستادیم. خداوند دعاهایم را قبول نمود. همه درهای بسته را برایمون گشاد پسرم. صد شکر. ببینید که زنگ میزند. بیبیاتون زنگ میزند. دخترم چی شد؟ مادر جان من هم به شما زنگ زدنی بودم. بخیر است یا اینکه یگان واقعه روی داد؟ مادر جان یک کاری شد که اگر بیایم باوریتان نمی آید. دخترم رو یافتم. بناگوه از پیش راه هم برآمد. گویا دخترم رو یابم گفتن نفری او رو در پیش راه هم گذاشته. راست میگوی. احوالش چقدر است؟ گپ زدن میتواند؟ با تو یگان چیز گفت؟ شما از کجا میدانید؟ چرا از کجا میدونید؟ گپ نزدنش را. چی؟ امینه گپ زدن نمیتواند گفتی؟ نه برای وی پرسیدم. یعنی از حادثه های بسرش آمده با تو یگان چیز گفت؟ میدانید همه چیز رو میفهمد و میشنود اما فکرش رو بیان کردن نمیتواند. من امروز یا فردا به خانم موسیه صحبت کرده او رو به نزد دکتر میبرم. خانم موسیه گفتی؟ فریده تو حالا هم در خانه خانم موسیه میستی؟ او مگر امینه رو دید؟ البته دید. با دیده خیلی خرسند شد. خدایا نخود همه این تصادف باشد. خانم موسیه در نزد فریده نپرسیدم. هیچ چیز رو نفهمیدم. یعنی حسرت دختری فریده یا اینکه شما او رو دمت رو گیر. چیزهای دیدت رو شنیدت رو دانستت رو فراموش میکنی. اگر از کار رفتن نخواهی دهانت رو پوش. وگرنه من چگونه محکم کردنش رو میدانم. خوب شده است. خانم موسیه خوراکتان رو تیار کنم؟ بله تیار کن. زودتر باشه زودتر.
زود باشد او می آید. حالا هم تمام نکردید؟ قریب تمام. کمی دیگرش ماند. شما رفته چای نوشیده آید آماده می شود. از دیروز باز کمی دیگر من میگوید آخر زودتر باشید. میلش. سلام. مرحمت. من به نزد آقای ارول آمدم. مرا شخصا جیغ زدند. کی آمده است گویم؟ دخترتان آمده است گوید. مرحمت گذارید. شما را نشناختم. با من دهید. زود او رو خبر گیرید. با او داروی آرام کننده گذرانید. میلش فهمیدم آقای دختر آقای ارول. همینطور؟ سلام. خوب کردید که آمدید. گفتنش برایم دشوار است، لیکن وقتی پدرتون خیلی کم مانده است. عین حال ما فقط کوشش کرده ایستادیم که دردش رو کم نمونیم. شما خواطر نشوید. او مرا دیده همه درد و غمش رو فراموش میکند. بیایید رفتیم. خانم موسیه، من فکر کردم که شما نمی آید. برای همین خوراک زیاد تیار نکردم. من هم همین خیلی فکر میکردم، لیکن از این پس به همه چیز آماده میشوم. با فکرم شما برای بردن نبیرتان رفته بودید. بله، مدت زیاد با من بود. او رو نزد مادرش بردم. کی میدونه چقدر مادرش را پزمان شدگی؟ خیلی پزمان شده بود. حتی وقتی به آغوش گرفتنی مادرش از چشمانم اشک جاری شد. دخترم، من برای تو واقعا الهیده تیار میکنم. مان شیند. رفته یک لعلی دیگر بیار. باز شما رو ناراحت نکند؟ نه، ناراحت نمی کند. من بعد هر بگاهی همراهی من خوراک میخورد. البته چه خیلی که شما خواهید. شین دخترم. امینه در کجاست؟ همراه خانم موسیه نشست. یک جا خوراک میخوردند. من همراهم؟ نه پسرم ایستا. خودی من هم حیران شدم. نمیدونم چرا این طور کرد. خانم گفتن که از این پس هر بیگاه همراه خوراک میخوریم. با فکرم دخترت به او محقول شده است. شاید. حساب کنید. مالش قبول. لیکن از یک خواهش دارم. رفیقانم ماشینشون از کار برآمده است. البته اگر به شما زحمت نشود. زحمت. من در پشتم نمیبرم. مرحمت. سلامت باشید برادر. کارتون که هر شد او را به قتل رسانید. با جایی باشه به ترمان بلا نه. مالش تو پروا نکن. سلامت باشه. خیلی پیر شده اید پدر. دخترتون رو شناختید؟ سخت بمورید. گپ زدن نمیتوانید. در وقتش کلمه دخترم گفتن رو از من دریغ داشتید. حالا باشد بینید به چه روز افتادید.
در قصر با حشمتش آقای ایرول بستری شده است. خیر، برای که این قصر را ساختید آب آوردم. من میدهم. تشکر. نمیارزم. تشنه ماندید؟ من هم تشنه ماندم. البته پس از سالها یافتنی پدر آسان نیست. انسان به هیجان داده می شود. خنک بوده است. خوش کنین نقل کنیم. تا این وقت چی کار کردید؟ ای برادر، شما با کجا می روید؟ همراه شما. اوه نقص کو، یعنی ماشین با کجای رود؟ به همان جا. این طور باشد به یک جا در آیم دیر نمی شود. اونقدر دور نیست. انا در اینجا 5 کیلومتر دورتر. وقت زیاد صرف نمی شود اگر زحمت نشود. شاید 1-2 کیلومتر دورتر باشد. پول بنزینت را میدهیم. لازم نیست، باکی ماشینم پر از بنزین است. شما را تا جای گفته‌اتان میبرم. تشکر. خدا از تو راضی باشد. مرحمت. رفتیم دخترم. تو او رو خوابانده بیا. من با تو گپ دارم. دخترم تو به نصیحت کردن و من حاضر می آیم. دخترت در کجا بود که او را نبیافتم میگویی؟ گم شده بود. چه گم شد؟ از خانه گریخت. در وقتی گریختنش تو در کجا بودی؟ تو چه خیلی مادر هستی؟ یک کودک رو صاحبی کردن نتوانستی. شما من رو نادرست نفهمید. چه؟ من چی رو نادرست فهمیدم؟ بین من و شوهرم بعضی نفهمی ها هست. خیر. البته این بکردکان هم تحصیل خودش را رسوند. دخترت به کجا رفته است؟ یعنی تو این وقت در کجا بوده است؟ گم شدنش رو چقدر وقت شد؟ 1 ماه. 1 ماه؟ 1 ماه شده است تو باشی حتی 1 مرتبه به کوچه بر آمده او رو نمیکوبی. یعنی تو گم شدنی فرزندت رو قبول نموده ای؟ این چه کار است؟ نه این طور نیست. من او رو جستجو نمودم. برادر شوهرم پلیس است. تمام امنیت رو به جستجویش وادار نمود. خوش کودک در کجا بوده است؟ یعنی چطور او رو یافتی؟ امروز وقتی که از نزد شما بر اومدم با اتوبوس نشسته به خانه می اومدم. بعد؟ یک باقی اتوبوس نگاه کردم همین نمیدارید. یعنی کودک خود به خود پیدا شد؟ میدونم باور کردنش مشکل است اما همین طور است. خدا دعاهایم رو قبول نمود. دخترم رو به من برگرداند. اگر همه دعاها قبول می شدند خیر شد. به نزد دخترت رو. شبی خوش. مراد، تو رقم تلفن بیبیت رو میدونی؟
الو. بله من مادرش هستم. خانم پسرتان یاره‌دار شده است. او را ماشین یاری تجلی به بیمارخانه برد. چی؟ شما چی ها میگویید؟ عطیل چخل است؟ او زنده است؟ در کجای در کدام بیمارخانه اید؟ شد من حاضر می آیم. خدا. وقتی قبولی دارو رسید داروی آرام کننده میگذارانم وگرنه تحمل کردن نمیتوانم. کمی بدتر دردش پس می شود. طاقت کنید پدر جان، طاقت کنید. غم نخورید. تا آخر وظیفه فرزندم را به جو میارم. لیکن البته یگان کار به پاداش نمی شود. چه خیلی که شما پدری کردید من هم همون خیلی. به اون دنیا رفتن اونقدر آسان نیست. باید کمی عذاب کشید. در نبودن شما میدونید من چقدر عذاب کشیدم. باز چقدر راه دیگر مان؟ کمی دیگر از پیش یک گردش میبرد همانجا میفراییم. در اونجا چی گپ است؟ شام بخیر. شام بخیر. حجت‌هایتان رو میدادید؟ حجت‌هایت یگان کمبودی دارند؟ نه. باغاج را میکشوید. اینجی است یگان چی میکوبید؟ باغاج را کشوید گفتم. کشودت؟ من کجا میروید؟ به طرف شیلا. چیزی نیست. و بیرون بروید. درون ماشین را هم باید تفتیش کنید. با ماشین شین. با ماشین شین گفتم. ارز سر با ماشین درو. گاز را زیر کن. زودتر گاز را زیر کن. نیست. پلیس رو برای چی پراندید؟ ها؟ شما کیستید؟ بسیار گپ نزن. پیش از نگاه کن. اینش رو هم پرانم. شاهد است. حالا نه. اول کارمون رو حل کنیم بعد. پیشت را نگاه کن ابله. با کجا میره؟ به جهنم. به جهنم. مرحمت. سلامت باشید. هر یک چیز پرسم. خودی همین صبح پسرم رو به اینجا بردند. او در کدام حجره میسته؟ نامش چیست؟ نامش اطلاعی دید. یک دقیقه. در حجره رقم 304 با آشیانه سیوم برای. تشکری سیوم. نمیارزد.
اتیلا با تو چی شد پسرم؟ کی این کارو کرد؟ کی تو رو پروند؟ لیلا چی؟ مادر جان باید پسرم رو یابم. مراد رو در دست اون زن نمیگذارم. تمام شد، خودت رو عذاب نده. او رو از فاحشه خانه نجات دادم، از راه بد گرداندم، هم او مرا پروند. چی؟ اتیلا تو چه میگویی؟ پدرم کار میوه اما که یشار نه، ما به نزد او میرویم. سحری بر وقت رو به نزدش میبرم. حال باشد چشمانت رو پوش میلش. خدایا این چه خطا بود که من کردم. خیلی عکس زیبا. پدرتان زود به آن مینگریست. در خردیتان تماما دیگر خیل بوده. حیات انسان رو عوض میکند البته. مادر جان من بعد هر سه اما همراه خود میرویم. البته پسرم، البته. مثل پیشتره کنی گذر. مادر جان لبای پسرم بابا و بیبی هم از بیمارخونه بر اومدن امینه رو میدونند؟ نه، لیکن پگاه زنگ زده با آنها میگوییم. مستگانی میگیریم، امینه رو یافتم میگویم. دختر جانی زیبایم. دیدی ما را انتظارند. ما را چیکار میکنن؟ یا که فهمیدن؟ من رفتم بینم. هی دام گذاشتن. دام میگوردم. درباش آدمان اون ماشین مرده بودن ها؟ جواب دی ابله. شما کیستید؟ ها؟ ما رو با کجا آوردی؟ لحظه کن نزدیک بشم. بچرخی ماشین برون.
شیطانم را نشون بده. کیل مرکز 85 کیل مرکز یار دهت به ما هجوم کردن. رقم ماشین 34 تله. نمی نماید. نجات افتیم. گاز رو در کن. گاز رو در کن. من دیگر نمیروم. تو چی کار میکنی؟ به هیچ کجا نمیروم. مشکلیتان رو خودتون حل کنید. ماشی گذار شین بگر نمیپرونم. پرون اگر تو نپرانی آدمانی از پسم بودم رو میکشم. پرون را مادامی که مردن میخواد یک تیر به سرش خالی کن. بدانو گفتم. دست با بشیسا برانو رو خودت کمک کن. یک طرفی از جای نجوم. من مردم. حیاتم سوخت. مردم. حیاتم سوخت. خدایا کمکم کن. او میگوریزم. زود از بزش.
احتیاط دارم. پدرم فهمند چقدر خرسند میشوند. همین تقنه پگاه رفته به او خبر میدهیم. شاید به خاطر نبیره هایشان به خانه برگردند. چی شد؟ پدری من هم خرسند میشده باشند. این حال پدری تو برای دیگر چیز خرسند است. چی گفتن میخواهی؟ مهم نیست. ندانستنت بهتر است. امیر چی گپ است؟ گپ زن. یاسمن پدرت خانه‌دار شده. چی؟ با کی؟ با یک زن با نام آسیه به عائله شما رفت و آمد داشته است. تو او را میشناسی؟ بله، نامش را شنیدم، لیکن با پدرم آنقدر مناسبت جدی نداشتند. حتی آن زن در جنازه نشه اشتراک نداشت. در بینشان چه گپ است نمیدانم، لیکن خانه‌دار شده. یا خدایا. شرف زنگ زده است. به فکرم تلفن من دست ناراض بوده است. زنگ می رود لیکن نمی پردارد. شاید خودش زنگ زند. کاش زنگ زند. همه من را خواطر نمود. برادر تو شهر میبرید. مرحمت شینه. دختری دوست داشته‌تان فریده؟ حالا میدانید کی در چه احوال است؟ همه چیزش را گرفتم. شوهرش را، خانه‌اش را، کودکانش را هم. تمامی عائله‌اش را پریشان نمودند. با کجای رود روزی خوش نمی‌بیند. هم حیاتی فریده و هم از خانم جانون را مثل این صورت پاره میکنم. چی نکنم؟ میکنم. چی؟ باری آخر دخترتان را دیدن میخواهید؟ گیرید. 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 آنا گیرید. آنا. چه عاقبتی تلخه.
خداوند بزرگم، تو دعاهایم را مستجاب نمودی. گرچنده من تو را فراموش نموده بودم، لیکن تو مرا فراموش نکردی. دخترم را در پناهت نگه داشتی، او را به من برگرداندی. تو خداوند عالمیانی، همه چیز را میبینی و از همه چیز آگهی. تو هر کاری که نکنی برای خوبی ما میکنی. تو بخشاینده و مهربانی. خداوندا مرا همچون بنده شکرگزارت قبول کن. فرزندانم را در پناهت نگه دار و گناههای بزرگ و کوچکم را ببخش. آمین. ماشین اکای شرف را به مرکز برده ایزی انگشتانشان را تفتیش نمودند. ماشین خونالود بوده است. یکی از پلیس ها در جای حادثه هلاک شده است، دیگرش باشد زخمدار شده اکای شرف را شناخته است. راننده ماشین اکای شرف بوده است. باوریم نمی آید. در راه پلیس ها را دیده گریخته است. ماشینش را باشد در جنگل گذاشته است. از درون ماشینش 30 کیلوگرم مواد مخدر یافت شده است. سردارم، پلیس ها 2 نفر دیگری در ماشین بوده را تشخیص نمودند. هر دو جنایتکار بودند. چند مرتبه با جرم فروش مواد مخدر حبس شدند. آخر برادری من با این گونه آدمان چی رابطه دارد؟ نمیفهمم. یکی از آنها مرده است. در جسمش 2 تیر بوده است. یکی از آن تیرها به تپانچه در ماشین اکای شرف بوده داخل دارد. روز بخیر. مرحمت. با من یک کارت تلفنی میدید؟ حاضر، یک دقیقه. مرحمت علی. خوش آمدید. الو امیر. شرف، تو در کجایی؟ پلیس ها در همه جا تو را میکابند. من یگان کار نکردم. آن آدم را ناخواست پراندم. چی؟ کی را پراندی؟ زود جایت را گوی، من رفته تو را بیارم. من بعد با تو زنگ بزنم. الو الو شرف، الو. چی گفت؟ در کجا بوده است؟ نمیدانم. تو رقم تلفنش را تفتیش کرده، از کجا زنگ زدنش را انیق کن. من باشم یک گروه را گرفته به مکان ماشینی برادرم میروم. او حتما باز با من زنگ بزنه. رفیسر کمیسر. گرسنه موندی دخترم؟ زود تخم بریان تازه میخوری؟ آنا همین زن. ایستا، من این زن را در کجای دیدم، اما با من هم شناس می نماید. خانم آسیا دختر را همراه مادرش دیده حیران نشد؟ نه خود نشود، گویا هیچ گپ نشده باشد. موضوع محکم کرد. زن حالا هم در خانه کار میکند. از این بر می آید که وقتی خبر گرفتن خانم آسیا رسیده است. التماس درباره من هیچ گپ نگویید و خدا مرا از کار پیش میکند. خاطر نشو، درباره تو هیچ چیز نمیگویم، لیکن تو برای ما خبر آوردن را دوام ده. خیردین من میکنم.
برایت یک چند لباسی تازه آوردم. اون روز به حضور گپ زدن نتوانستیم. لازم نبود. چه لازم نبود؟ حالا هم همون لباس ها در تنت. تا حال عوض نکرده ای. چرا با من اینقدر غمخور شدی نباهد؟ خیردین، برای خانه خواطر نمی شوی. ما رو پزما نشدی. با خدا من به تو نمی توانم. خودم رو یک و تنها حس می کنم. از مجبوری در خانه می ایستم. به خاطر فرزندانم می ایستم. بیا یک روی نکن و به خانه برگرد خیردین. تو فکر میکنی که من از روی یک روی هم در اینجایم؟ نخواد من از روی یک روی آیلم را ویران کنم. تو هنوز هم مرا نشناخته ای نباید. نشناخته ای. حاضر با تو یک چیزی میگویم که دوان همراه هم به خانه میروی. البته اگر خیردینی پیشتر باشی. نبیردار میشویم و باز دوگانی کن. یاسو من حامله. یعنی امیر پدر می شود؟ بله. مبارک باشد. خرسند شدم گفتن می خواهم، اما زبانم نمی گردد. روز تولد یاسین و امینه چقدر خرسند شده بودیم. نگر حالا در کجایم؟ خانه‌مان بی نبیره ماند. شرف عائله خوشبختش را پراکنده نمود. دردناک است. اگر به خانه روم کی را میبینم؟ با کی روبرو میشم؟ برای همین به خانه رفتن نمیخواهی ها؟ شرف خانه همون رو ترک نمود خیریدی. برآمده رفت. گلخانه رو باشد به فروش گذاشت. من خودم تنها هیچ کار کرده نمیتوانم. گفتنیم که خوب فکر کرده بعد خلاصت رو برار. خیر در امان خدا. اضطراب یگانه دوستی وقتی تنهاییم. روح و جان و قلبم شده اند افکار. دمی خواهم راحت در پیریم. غم و درد مرا می کند بیقرار. قرضی بانک، کwitansiای آب، قرضی بانک، باز کwitansia. این رو به تو فرستادند؟ با من؟ در باغش فریده نشته شده است. چی در این خونه یکون فریده دیگر هست؟ آمدن رو چند روز شد. از حضور برای تو مکتوب میفرستند. تو چی اینجا رو خونه خودت فکر کردی؟ آفرین. عقل داشته باشی دخترت رو تنها نمیگذاری.